این یه شامی پر از عطر و طعم و رنگ و خیلی مقویه که میتونی مثل من زیاد درست کنید، قالب بزنید و بذارید توی فریزر برای وقتایی که شام و نهار فوری میخوای. لپه رو که 3-4 ساعت خیس خورده رو حدود نیم ساعت میپزیم تا وقتی که به این حالت در بیاد. آبکشش میکنیم و میذاریم تا آبش کامل بره. یه مقداری سبزی معطر میخوایم که ترکیباتش رو براتون تو کپشن نوشتم، حتما مطالعه کنید که باید خوردش کنید با دست یا هر دستگاهی که توی خونه دارید. لپه رو هم باید خورد و آسیاب کنید تا به این بافت در بیاد. خب حالا نوبت گوشت چرخ کرده است که باید با پیاز رنده شده آب گرفته. ادویه‌های مهمش هم توی کپشن براتون نوشتم، حتما بخونید. لپه و سبزی و نمک و بیکینگ پود، یه دونه هم تخم مرغ. همه مواد رو خوب با هم میکس میکنیم. حالا برید در سبز ماستتون رو بیارید که موقع قالب زدنه. اینجوری شامی ها رو خیلی یک دست و یک اندازه قالب میخورن. خیلی هم فوری و راحته. روغن که داغ داغ شد، شعله رو کم کنید، شامیاتون رو توی تابه بچینید و با شعله کم سرخشون کنید. این شامی با اون ترکیب سبزیجات و گوشت و ادویه ها انقدر طعم جدید و خوبی داره که از خوردنش سیر نمیشید. دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره. نوش جانتون.